با سلام و درود. بحث قسمت دوم بحث رفیق حسین با عنوان وظایف تشکل‌های رفاهی و سیاسی طبقه کارگر و تفاوت‌های بین آنها را این هفته تقدیم می‌کنیم. قسمت اول را هفته قبل رفیق حسین ارائه داد و دیگر رفقا هم در بحث شرکت کردند. این هفته هم خود رفیق حسین توضیح میده تیتر بحثش چه خواهد بود و بقیه رفقام در بحث شرکت خواهند کرد. با توجه به اینکه رفیق حسین از 20 دقیقه تا 40 دقیقه فرصت دارن سخنرانیشون رو ارائه بدن و بقیه رفقا هر کدوم 7 دقیقه زمان دارن که نظراتشون رو یا نقدها و یا سوالهای خودشون رو در رابطه با بحث رفیق حسین ارائه بدن و در نهایت هم 10 دقیقه به رفیق حسین زمان خواهیم داد که جمع‌بندی کنن. با توجه به اینکه در صورتی که نیاز به جوابگویی به سوالات رفقا باشه باز به رفیق حسین زمان خواهیم داد که به سوالات جواب بدن. رفیق حسین لطفاً بفرمایید. با سلام دوباره و همه رفقا. ببینید رفقا، جلسه گذشته در رابطه با مسائل اقتصادی و رفاهی جنبش طبقه کارگر صحبت شد و رفقا در این زمینه بحث کردم. من برای اینکه به طور مشخص بتونیم به مسائل برخورد کنیم کل نوشته رو از رفیقمون نگاه خواهش کردم به همه رفقا بفرسته که رفقا با آمادگی کامل در رابطه با بحثا شرکت بکنم و از اتلاف وقت جلوگیری بشیم. این هفته در رابطه با تشکل سیاسی یا حزب انقلابی طبقه کارگر و وظایف اون بحثمون ادامه میدم. همونطوری که میدونید جنبش کارگری کمونیستی جهان بعد از درگذشت مارکس و انگلس دچار یه رکود و وقفه شد. دستاوردهای اولین انقلاب کارگری در فرانسه یعنی کمون پاریس به فراموشی سپرده شد. انترناسیونال دوم نتونست از شرایط مناسب دهه اول قرن 20 استفاده کنه. در اثر همون سیاست‌های رفرمیستی و پارلمانتریستی که بر رهبران انترناسیونال دوم غلبه کرده بود، طبقه کارگر در حرکت طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی موانع و مشکلات بسیاری به وجود اومد، از جمله تزهایی که دادن تحت عنوان اولترا امپریالیسم و دیگران که خودتون متوجه اون هستید. و اولین انشاءات بزرگ به طبقه کارگر از طرف همین رویزیونیسم به قول معروف در تاریخ معروف به رویزیونیسم کهن شده از طرف برشتین و کاوتوسکی و اینا به طبقه کارگر تحمیل شد و این مسئله به طور کلی جنبش کارگری رو دچار یه سری حالتهای رفرمیستی و سازشکارانه کشون. فقط در این میون حزب بولشویک بود که تونست در جایگاه یک حزب انقلابی طبقه کارگر تحت رهبری لنین در یک مبارزه خیلی سخت و طولانی علیه انحرافات انترناسیونال دوم و رهبران اون تونست انقلاب اکتبر رو به پیروزی برسونه. انقلاب اکتبر یه دریچه نوینی به روی طبقه کارگر جهانی و مردم دنیا باز کرد و برای اولین بار نشون داد که طور دیگه هم میشه زندگی کرد. اما این مسئله همونطوری که میدونیم بعد از انقلاب اکتبر همونطوری که قرار بود انقلابات دیگه در
به خصوص در آلمان و جای قسمت‌های دیگه اروپایی صورت بگیره متاسفانه شکست خورد. در آلمان و مجارستان طبقه کارگر روسیه در یک تنگنایی قرار گرفت، در محاصره کشورهای امپریالیستی در اومد و نتیجه اون شد که 14 کشور امپریالیستی به روسیه حمله کردن، ولی همونطوری که همه رفقا مطلع هستند در اثر مبارزات طبقه کارگر و دفاع از سوسیالیسمی که اومده بود نتونستن کاری رو از پیش ببرن. انترناسیونال سوم همونطور که مطلع هستید به وجود اومد و تونست یه سری کارها رو در سطح جهانی انجام بده، ولی این مبارزات همونطوری که خیلی خلاصه کنم در اثر اتحاد شوروی، در اثر عمدتاً از نظر من در اثر اشتباهات داخلی، به ویژه در اثر اشتباهات رهبران حزب کمونیست بولشویک به خاطر کمرنگ کردن نقش توده ها در شورای کارگری اداره جامعه و عدم مهار بوروکراسی به ارث رسیده از نظام پیشین نتونست این بوروکراسی رو نه تنها از بین نبرد بلکه به طور کلی این در یک پروسه‌ای رشد کرد. بازم بگم از نظر من این مسئله به خاطر عمدتاً به خاطر یک گزارشی که به کنگره 17 و 18 حزب کمونیست داده شد مبنی بر این که مبارزه طبقاتی دیگه طبقات در جامعه از بین رفته و اتحاد جماهیر شوروی فاز اول پشت سر گذاشته و وارد فاز دوم شده. به نظر من ببینید یه مثال اینجا میزنم، تخم مرغ اگه از بیرون بشکنه یه دونه زندگی رو به یه زندگی خاتمه میده، ولی اگه از درون بشکنه یه زندگی به وجود میاره. در اتحاد شوروی هم همینطوری در اثر به نظر من در اثر اشتباهات داخلی بود که حزب بولشویک نتونست به اون خواسته های اولیه برسه. از طرف دیگه با شروع جنگ دوم جهانی و حمله نازی ها فاشیستا به اتحاد جماهیر شوروی بیشتر اعضا و کادرهای انقلابی در نبرد کشته شدن، جان خودشون رو برای دفاع از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیسم از دست دادن. با از بین رفتن این رفقا برای اینکه حزب یا سکوت خودشون میخواست گسترش بده یه سری از رفیقهای نیمه راه و مهمونهای ناخوانده و فرصت طلبها به درون حزب نفوذ کردن و در یک پروسه هم در رهبری جا گرفتن و این باعث تغییر ماهیت طبقاتی حزب شد. نفوذ این افکار بورژوازی و خرد بورژوازی همونطوری که می‌دونید در حزب ریشه گرفت، شیوه تفکر بورژوازی در رهبری حزب جا افتاد و این دفعه رویزیونیسم بر خلاف گذشته در اثر اشتباهات عملی و نظری رهبرانی در درون حزبی که قدرت سیاسی رو داشت به وجود اومد، ریشه گرفت و بعد از درگذشت رفیق استالین در یک موقعیت مناسب تونست کل رهبری حزب رو به دست بیاره و یه شکست ناخواسته دیگه‌ای رو به طبقه کارگر روسیه تحمیل کنه. این رویزیونیسم که در تاریخ به رویزیونیسم مدرن مشهوره تحت رهبری خروشوف به نظر من چیزی نبود جز همون رویزیونیسم کهن
که طبقه کارگر رو روسیه رو به زیر بال بورژوازی کشوند و دنبالچه اون بود. ولی باز به نظر من این رویزیونیسم ضربه‌ای که به جنبش کارگری دنیا زد خیلی بیشتر از رویزیونیسم کهن بود، برای اینکه این حزبی بود در قدرت سیاسی و از یه اعتباری در سطح جهانی برخوردار بود به خاطر انقلاب اکتبر و تمام کارگران، زحمتکشان، حتی مردم معمولی نسبت به این انقلاب، نسبت به این کشور یه سمپاتی داشتن و از اعتبار یه بالایی در میان احزاب کمونیست جهان برخوردار بود. از این منظر شکستی رو که تحمیل کرد به طبقه کارگر جهانی خیلی بیشتر بود و اغلب احزاب کمونیست به دنبال این افتادن و به تقلید از این حزب رویزیونیسم شوروی راه رفرمیست و سازش طبقاتی رو پیش گرفتن و به تدریج همونطوری که میدونید تبدیل شدن به احزاب نوع سوسیال دموکراسی اروپای غربی و همینطوری هم که در سال 1990 هم به اصطلاح از هم پاشیده شد. این حزب‌ها به طور کلی چون با زیربنا و روبنا با هم دیگه اصلا تطابق نداشتن، اون روبنای به اصطلاح سوسیالیستی خودشون هم کنار گذاشتن و مسئله سرمایه‌داری رو پیش بردن. ببینید من فکر میکنم که برای اینکه امروز ما بتونیم در زمینه برای آینده راهی رو پیدا کنیم، مشخص کردن این علل شکست و پیروزی انقلابات به همه ماها کمک میکنه که با یه دید روشنتری به مسائل کارگری، به مسائل جنبش طبقه کارگر به خصوص به تشکیل سیاسی حزب پیشرو یعنی حزب کمونیست یه آشنایی دید روشنتری پیدا بکنیم. از این منظر مطالعه علت شکست‌ها برای ما خیلی مهمه. باید دید که مبارزه طبقاتی عامل اساسی و تعیین کننده در مبارزه جنبش طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری. این مبارزه در 3 زمینه صورت میگیره: مبارزه اقتصادی، مبارزه سیاسی، مبارزه ایدئولوژیکه. مبارزه اقتصادی خطوط کلی این مبارزه رو تو جلسه قبل به اطلاع رفقا رسوندم و این مبارزه برای درآوردن هرچه بیشتر نقاط اساسیش اینه برای کسب هرچه بیشتر منافع اقتصادی از حلقوم سرمایه‌داری و تحمیل و دست آوردن یه سری حقوق‌ها از طریق تحمیل حرکت‌های قانونی و فراقانونی صورت می‌گیره. مبارزه اقتصادی جنبش طبقه کارگر از نظر من بعد از کسب قدرت سیاسی هم حتی در فاز اول انقلابات کارگری به علت این که طبقه کارگر ارزش اضافی تولید میکنه، مبارزش در فاز اول جامعه سوسیالیستی ادامه پیدا میکنه برای از بین بردن امتیازات بورژوازی در زمینه دستمزدها، برای بالا بردن قدرت خرید از طریق بالا بردن میزان دستمزدها و پایین آوردن هزینه‌های خدماتی تا حد مجانی کردن اونا، برای از بین بردن تفاوت و امتیازات کار فکری و کار یدی ادامه پیدا میکنه تا جامعه بتونه
از سیاست به هر کس به اندازه کارش که در بازه اول کمونیسم یعنی دوران سوسیالیسم تحت دیکتاتوری پروتالیا از به فاز دوم یعنی محو طبقات که به هر کس به اندازه نیازش میرسه گذر بوده. مبارزه سیاسی باید توجه کنیم که این شکل از مبارزه عالی ترین شکل مبارزه طبقاتی که بین طبقات متخاصم از کمون اولیه تا به امروز بین طبقات صورت برای کسب قدرت سیاسی و حفظ اون در دست خودشون صورت گرفت. در جوامع سرمایه‌داری پیش شرط غلبه بر این دشمن طبقاتی متشکل شدن کارگرها در یک تشکل سراسری مستقل از نهادهای دولتی و ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر. این مسئله رو همونطوری که سرمایه‌داری تو تمام زمینه‌ها متشکل شده ارگان‌های خودش رو به وجود آورده، لازمه در هم شکستن این طبقه اینه که طبقه کارگر هم متشکل بشه، به خصوص از نظر سیاسی. پروسه ایجاد و رشد و تکامل حزب هم مثل تمام پدیده‌های مادی تابع قانون دیالکتیکه. ما در طول تاریخ هیچ موقع ندیدیم که یه حزبی به طور کلی یا یه پدیده مادی در یه شب به وجود بیاد، رشد کنه، تکامل پیدا کنه و در نهایت از بین بره. بنابراین همونطوری هم که مشخصه طبقه کارگر در کشور ما از لحاظ کمیت و کیفیت به صورت فعلی که در اومده یک شبه به وجود نیومده و این طبقه هم نمیتونه خود به خود از یک طبقه در خود برای یک طبقه برای خود و تغییر ماهیت بده. لازمه متحول شدن طبقه کارگر برای یک طبقه برای خودش در وجود حزب انقلابی طبقه کارگر مشخص میشه. طبقه کارگر یعنی بدون وجود حزبش نمیتونه به یه طبقه برای خودش به صورت یه طبقه برای خودش ظاهر بشه. حزب از طرف دیگه به مثابه یه سازنده و رهبر کننده انقلاب کارگریه. این پروسه حزب انقلابی طبقه کارگر به مثابه اهرم مبارزه طبقاتی از زمان به وجود اومدن اولین نطفه ها، اولین هسته های یا اولین سلول اون که به طور کلی میشه گفت یک حوزه است تا از بین رفتن اون در جامعه کمونیستی تابع این قانون دیالکتیکیه و بر اساس علم سوسیالیسم که توسط مارکس و انگلس پایه‌گذاری شده سازمان پیدا میکنه. در نتیجه این حزب نیروی خودش رو از کل طبقه کارگر و از کل جامعه و به خصوص از زحمتکشان میگیره و با زمان میتونه به خواسته های اینا جواب درست بده که با اتخاذ یه مواضع درست در رابطه با مشکلات و مسائل جامعه و مسائل کارگری بتونه راه حل‌های مشخص برای رفع اونا عرضه بکنه و بتونه تمام آحاد جامعه رو حول برنامه‌های طبقه کارگر متشکل کنه تا بتونه در یه دونه جنگ طبقاتی سرمایه‌داری رو از بین ببره.
از این منظر ما باید توجه کنیم نخستین هدف حزب طبقه کارگر در جهت کسب قدرت سیاسی مسلط شدن به این علم، به علم کمونیسم علمی، سوسیالیسم علمی که توسط مارکس و انگلز پایه‌گذاری شده و بر اساس جمع‌بندی از پراتیک‌های اجتماعی، عمدتاً مبارزه طبقاتی، مبارزه تولیدی و آزمون‌های علمی پایه‌گذاری شده و همونطوری که رفقا مطلع هستن مسئله از سه بخش: متریالیسم تاریخی، متریالیسم دیالکتیک و تئوری انقلاب به کارگری تشکیل میشه. من خیلی خلاصه سعی میکنم که این سه قسمت رو بگم. مسئله متریالیسم تاریخی به طور کلی جماعت بشری رو از لحاظ اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژی بررسی میکنه و در عمل ثابت میکنه که توده ها سازندگان تاریخ هست. متریالیسم دیالکتیک به طور کلی بیان علمی حرکت و تکامل طبیعت و تمام پدیده‌های موجوده و تأثیر متقابل اونا روی هم دیگه است. همونطوری که میدونیم انسان روی محیط تاثیر میذاره، محیط هم روی انسان تاثیر میذاره. متریالیسم دیالکتیک و متریالیسم تاریخی در مجموع به عنوان جهانبینی و فلسفه طبقه کارگر دو تا خصلت استثنایی داره که اگر هر حزبی اونا رو به بوته فراموشی بسپاره، بدون استثناء دچار شکست میشه. یکی خصلت طبقاتیشه که بر مبارزه طبقاتی به مثابه محرکه تکاملی تاریخ جمعیت بشری تا محو طبقات و دولت تاکید داره و همونطوری که گفتم به علت به نظر من باز در سال 1930 در گزارشی که به کنگره 17 و 18 میرسه، وقتی این مسئله عنوان میشه که جامعه از فاز اول گذشته و طبقات از بین رفتن، فقط عناصر مختلف دشمنای طبقاتی به صورت فرد موندن، این به نوعی از انعام برخلاف اون تئوری سوسیالیسم علمی بود که میگفت طبقات فقط بعد از اینکه سوسیالیسم در سطح جهانی اون مستقر میشه و یواش یواش طبقات از بین میرن و با نفع طبقات دولت هم از بین میره و اون موقع است که طبقات از بین میرن. ولی در شوروی دیدیم که این مسئله باعث نفوذ افکار بورژوازی در درون طبقه کارگر شد و باعث برگشت سرمایه‌داری به حاکمیت شد. این خصلت طبقاتی اینو باید در نظر بگیریم. یکی هم خصلت عملیشه. به کل معروف همونطوری که همه میگن با حلوا، ایرانی ها میگن با حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. ما نمیتونیم تنها دنیا رو تفسیر بکنیم، بلکه باید دنیا رو تغییر بدیم و مسئله باید از این خودبیگانگی رو هدف قرار بدیم و از اون رها بشیم. از این منظر باید بگیم چرا ایجاد حزب طبقه کارگر به مثابه تحقق انقلاب کارگری لازم و ضروریه. ببینید کارگران در رشته‌های مختلف به تولید اشتغال دارند تحت تاثیر عوامل گوناگون از قبیل ساعت کار طولانی، شدت کار، مشکلات مالی خانوادگی، نگرانی از آینده، نداشتن امکانات آموزشی یا مسئله کل چیزها
نگرانی از سرنوشت خود و فرزندان و اطرافیانان و از طرف دیگر به خاطر مسلط بودن این فرهنگ ارتجاعی و افکار انحرافی دچار یه رشد ناموزون میشه. مثلا خود رفقایی که در کارخونه های بزرگ یا در محل کارگری یا شرکت های کوچیک کار کردن میبینن که این شیوه تفکر بخش های مختلف کارگرها با همدیگه فرق میکنه. اون کارگری که در یه کارخونه بزرگ در یه تولید انبوه کار میکنه دیدش با یه کارگری که در یه کارگاه کوچیک یا یه کارگر ساختمانی یا کشاورزی فصلی یا اینکه خدماتی در مجموع فرق میکنن. در نتیجه هیچ موقع نباید انتظار داشته باشیم که طبقه کارگر به طور یک زمان میتونه به آگاهی طبقاتی برسه. این ناموزونی و ناهماهنگی در رسیدن به طبقه به آگاهی طبقاتی یا در همون آگاهی سوسیالیستی اساسی ترین و مهمترین دلیله که باید رفت به پای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر. تا اینکه به طور کلی این طبقه کارگر اگه نتونه به وسیله حزب خودش به مثابه یک آلترناتیو بالفعل در جامعه، یعنی به صورت واقعی به صورت یا آلترناتیو در مقابل سیستم سرمایه‌داری در جامعه حضور باید پیدا بکنه برای کسب قدرت سیاسی. در غیر این صورت امکان نداره. به این خاطر میگیم که سازمانیابی طبقه کارگر برای از بین بردن سلطه سرمایه‌داری اصلا بدون حزب، بدون رهبری آگاه و آگاهانه و منظم یه چیز توهمه، نمیشه حتما چیز کرد قبول کرد که بدون حزب میشه قدرت سیاسی رو گرفت، حفظش کرد و پیش برد. مثلا رفقایی که هستن همه میدونن که به طور کلی در هر کاری یه برنامه، یه هدف، یه استراتژی باید مشخص بشه. مثلا در یه عملیات نظامی ما به یه دونه ستاد رهبری کننده و یه فرمانده احتیاج داریم. اگه یه دونه مثلا نیروی بزرگ بدون نقشه و فلان اینا باشه در مقابل یه نیروی کوچیک که دارای یه نقشه و برنامه است و با یه هدفی با آگاهی داره مبارزه میکنه حتما شکست میکنه. ما اینو تو طول تاریخ دیدیم. مثلا میبینیم در انقلاب اکتبر با نیروی طبقه کارگر چون در حزب خودش متشکل بود تونست با طی برنامه انقلابی ارتش روسیه تزاری رو شکست بده و انقلاب رو به پیروزی برسونه. در نتیجه برای اینکه ما بتونیم برای کسب قدرت سیاسی در مساف با سرمایه‌داری در مقابل ارتش سرمایه‌داری که صفاده‌ای غلبه بکنیم باید بهترین مسئله رو روی این متمرکز بشیم. بهترین وسیله ابزار برای طبقه کارگر چیه و این به طور کلی باید این خصوصیات حزبی رو که میخواهیم در این مساف بر سرمایه داری غلبه بکنه چطور به وجود میاد، چطور دارای چه خصوصیاتی رو باید باشه. اولین مسئله
مسئله خط مشی سیاسی تشکیلاتی پروتریه که بتونه این حزب از منافع روزمره و بلند مدت طبقه کارگر و تمام زحمتکشا قاطعانه دفاع کنه، یکی رو فدای دیگری نکنه. حزب باید در برخورد باید خصوصیاتی داشته باشه که در برخورد به نیروهای اجتماعی و افراد، به خصوص به منظور اون که میخواد اونا رو جذب صفوف خودش کنه، جذب صفوف انقلاب کنه، به منشأ و موضوع طبقاتی اونها باید توجه کرد، به خصوص در رابطه با مالکیت و معیار قرار داد تا به این وسیله بتونه از اون فرصت طلبا و کسایی که میخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن و منافع خودشون حفظ کنن جلوگیری بکنن. حزب باید رابطه خودش رو با توده های مردم در هر شرایطی، با طبقه در هر شرایطی حفظ کنه. تجربه گذشته نشون داده حزبی به عظمت حزب بلشویک وقتی رابطهش با توده ها دچار اخلال میشه، میبینیم که یواش یواش ماهیت خودش رو از دست میده. در نتیجه این مسئله مهمیه که رابطه با طبقه کارگر و توده های مردم حفظ بشه و این مسئله رو در نظر بگیریم که بدون طبقه نمیشه کاری باشه. مسئله سر اینه که در سخت‌ترین شرایط هم به مبارزه طبقاتی باید اهمیت بده. هیچ در طول حیات تا محو طبقات نباید مبارزه طبقاتی کمرنگ بشه و باید توجه کرد در سخت‌ترین شرایط هم وقتی با سرمایه‌داری در مبارزه هستیم کمترین آسیب به محیط زیست، به مردم و به منافع طبقه کارگر. از طرف دیگه تا محو طبقات این حزب باید قادر باشه با عوامل دیموکراسی و ارتجاعی مبارزه کنه و ماهیت طبقاتی خودش رو حفظ کنه. برای اینکه مبارزه طبقاتی همونطوری که تاریخ گذشته پیروزی ها و شکست های طبقه کارگر در این 160 سال ثابت کرده که در تمام دوران کسب قدرت سیاسی و ساختمان سوسیالیسم مسئله مبارزه طبقاتی امر حیاتی و کوچکترین غفلت در این زمینه باعث از دست رفتن تمام دستاوردهای انقلاب میشه. مثلا یه چیزی که امروز به خصوص در جنبش کمونیستی یا بین کسایی که به فراموشی سپرده شده یا این که تحت شرایط مختلفی که میگن اصلا ایدئولوژی یعنی چی و فلان ایناست، مبارزه ایدئولوژیکی یه نکته مهمیه. رفقا میدونن ایدئولوژی انعکاس هستی اجتماعیه. ایده های سیاسی، فلسفی، هنری، فرهنگی، مذهب رو شامل میشه. تمام این عوامل بر روی همدیگه تأثیر دارن. باید گفت از این نقطه نظر آگاهی اجتماعی تابعی از هستی اجتماعی، اما این مسئله امروز دیگه اونطوری که در گذشته صدق میکرد امروز نیست. بعد از انتشار مانیفست حزب کمونیست، تدوین تئوری انقلابی، رشد نیروهای مولده، انجام انقلابات پرتری از کمون پاریس گرفته انقلاب اکتبر روسیه و چین و آگاهی امروزه، آگاهی اجتماعی
با خیلی با استقلال بیشتری از هستی اجتماعی در تغییر تحولات جامعه و اجتماع عمل میکنه. امروز طبقه کارگر با آموختن این علم سوسیالیسم علمی به مسلط به یه ایدئولوژی نوینی و پیشروی شده که به اون مهر طبقاتی خورده. در نتیجه به طور کلی این مبارزه طبقاتی پیشروان طبقه کارگر رو واکسینه میکنه در مقابل نفوذ افکار خرد و بورژوازی و میتونه برای تولید و بازتولید جریان خودش به طور کلی به مبارزه ایدئولوژیکی در درون حزب و جامعه دامن بزنه و همونطوری که طبق گفته معروف با جذب خون تازه خون کثیف رو دفع کنه و همیشه این سلامت و ماهیت طبقاتی حزب رو تضمین بکنه. ببینید همونطوری که در گذشته گفتم این جنبش طبقه کارگر از دو شکل عمده مطالباتی و سیاسی تشکیل شده. این دو تا شکل رابطه دیالکتیکی با هم دارن و روی همدیگه تاثیر میگذارن. هر کدوم از این بدون اون یکی محتواست و محکوم به نابودیه. یعنی ما نمیتونیم به طور کلی جنبش کارگری و جنبش مطالباتی و جنبش سیاسی طبقه کارگر رو از هم جدا کنیم و بین اینا یه دیوار چینی بکشیم. نه، اینا رابطه دیالکتیکی با هم دارن، روی همدیگه تاثیر دارن و بدون همدیگه هم یا اصلا امکان نداره بتونن به اون خواسته های سوسیالیستی خود برسن. در نتیجه من یه چیزی که بازم امروزه شاید تو جنبش طبقه کارگری ایران یه خورده نقش پیدا کرده، مثلا میگن که جنبش اقتصادی طبقه کارگر فقط باید همینطوری مستقل باشه. مستقل از چی؟ مستقل از سرمایه‌داری. مبارزه اقتصادی رفاهی طبقه کارگر نمیتونه مستقل از جنبش کمونیستی باشه، نمیتونه اهداف سیاسی نداشته باشه، نمیتونه بی هدف بی هویت باشه. در نتیجه به خصوص امروز اگر میخواییم استقلال کامل که میگن اینا حرفه و در حقیقت میخوان تازه طبقه کارگر رو این مبارزه جنبش طبقه کارگر رو تقسیم به دو تا چیز بکنن و اینو از همسویی با جنبش سوسیالیستی با جنبش کمونیستی جدا بکنن. به این مسئله باید توجه بکنیم. اگه وقت داشته باشم من میتونم خلاصه کنم این بخش رو جمع‌بندی بکنم. همینجا اگر موافق باشید قطع میکنم جمع‌بندیمو، اگه وقت بدید بعد از اینکه در این قسمت اگه رفقایی صحبت دارم من از کل صحبتام در جلسه گذشته و این دفعه یه جمع‌بندی میکنم و به عرض رفقا میرسونم. خب رفیق حسین خسته نباشی. آخر شما یه 10 دقیقه در پایان جلسه وقت خواهید داشت برای جمع‌بندی. در حال حاضر من خودم نوبت گرفتم. البته من فقط به 2 تا موضوع برام حساسیت داشت اینجا اشاره کنم توی این صحبت. در واقع میخواستم این 2 تا موضوع یه سوالم هست. سوال اینه که آیا شوروی از بیرون شکست یا از داخل شکست؟ چون مثالی که رفیقمون در رابطه با تخم مرغ آورد، گفتن که تخم مرغ اگر از بیرون بشنه زندگی از بین میره و اگر از داخل بشنه یک زندگی به ایجاد میکنه
و در رابطه با شوروی هم صحبت داشت. برای من این سوال پیش اومد که آیا شوروی از بیرون شکست یا از داخل شکست، که آیا این تخم مرغ اینجا اصلا دخالتی میتونه داشته باشه. با این توضیحات که در شکستن از بیرون 3 پارامتر تأثیر میذاره. یکیش اینه که آیا بیرون قوی تر از داخل بود که باعث شکستن از بیرون شد، یا انحرافی در داخل وجود داشت که نمیتونست مبارزه کنه با بیرون، یا اینکه داخل ضعیف بود مجموعاً نسبت به انجام وظایفی که داشت. انحراف نبود، ضعیف بود. این 3 موضوع برای ما مهمه بدونیم. با توجه باز به اینکه تخم مرغ رو نمیتونیم مثالی برای یک مبارزه یا یک فعالیت اجتماعی مثال بزنیم. بسیار بسیار مکانیکی هستش بحث تخم مرغ، چون در یک نیروی در درون تخم مرغ هست، روند یک زندگی. درست؟ حالا این شکستنش از داخل باشه میتونه از داخل هم به حساب قبل از شکستن به فساد برسه و میدونیم تخم مرغا فاسد میشن، اصلا به جوجه هم تبدیل نمیشن، هنوز هم نشسته هیچ چیزیش. یا از بیرون شکستنش هم خب عوامل مختلفی میتونه داشته باشه. یعنی میخوام بگم نمیتونیم مثال تخم مرغ رو در رابطه با موارد اجتماعی و سیاسی اصلا به کار ببریم. مضاف بر این که امروزها، چرا من این برام حساسیت داشت خواستم در مورد این صحبت کنم، برای اینکه امروزها خیلی از محافل، احزاب و سازمانها به بهانه این که فشار از بیرون، یعنی همون شکستن از بیرون، سرکوب از بیرون خیلی زیاده، ما نمیتونیم وظایفمون رو انجام بدیم. این در واقع پنهان کردن ناتوانیه که ما بیرون را بهانه‌ای قرار میدیم که عدم انجام وظایف خودمون رو، چه در جهت مبارزه، چه در جهت خروج از بنبست، چه در جهت پیدا کردن راه جدید برای مبارزه، پنهان میکنیم یا توجیه میکنیم. که میتونم بگم 99% احزاب و سازمانها و محافل موجود کنونی با این بهانه یقه خودشون از مبارزه خلاص میکنن. خب سرکوب چرا از نظر من بهانه نمیتونه باشه؟ برای اینکه سرکوب یه چیزی دائمی هست. دشمن دائما میخواد سرکوب کنه. ما نمیتونیم به دشمن بگیم تو رو خدا ما رو سرکوب نکن یا تخم مرغ از بیرون نشن که ما بتونیم از درون بشکنیمش. این گفته اصولی نیست از دشمن بخوای که تو رو نشکنه. بنابراین ما وظیفه داریم راهکار پیدا کنیم از درون شکستن تخم مرغ. وظیفه داریم علی رغم وجود سخت‌ترین شرایط سرکوب راه حل پیدا بکنیم. خب که حزب یکی از اون راه حلاست، منتها نه هر حزبی. به این دلیل برای من حساسیت داشت مثال زدن تخم مرغ. شوروی هم به نظر من از ضمن اینکه از بیرون فشار دائما وجود داشت، چه بیرون مرزی چه بیرون حزبی، که وقتی میگیم خورده بورژوازی نفوذ کرد، در واقع قبلا بیرون بود، نفوذ کرد به درون حزب. خود این هم باز از درون حزب نشأت گرفت، مشکل داشت که اجازه داد یه همچین نیرویی بتونه نفوذ بکنه. یعنی مثل این میمونه که تخم مرغ جدارش انقدر غیر اصولی بود که تونست آب نفوذ کنه توش. یعنی همه جوره ما میتونیم این مثال رو گسترش بدیم که به هر حال در درونش یه فسادی وجود داشت که باعث شد نتونه رشد بکنه و در مقابل فشار بیرون بشکنه یا همون فروپاشی اتفاق بیفته. بحث من اینجا اینه، ما باید تلاش کنیم ضمن در نظر گرفتن فشارهای بیرون معایب درونمون رو پیدا کنیم که ببینیم کجا عیب داشتیم، ما کجا مشکل داشتیم. فقط تکیه کردن به این که دشمن قویه در واقع پاسیو بودن ما رو نشون میده.
در شوروی هم یه همچین مشکلی بود قبل از اینکه، چون فشار بیرون از همون اول بود تا اون آخرم بود، فشار اضافی هم میشد، کاملا درسته، ولی درون باید انقدر رشد اصولی میکرد که میتونست هماهنگ با رشد فشار از بیرون قدرت درونی خودشو بیشتر بکنه، ضمن مقابله با فشار بیرون به بیرون هم فشار بیاره که تخم مرغ از درون بشکنه. این یک مورد دیگه ای که میخوام به صورت گذرا تفاوت براش قائل بشیم باز اینه که همونطور که عرض کردم وضع تخم مرغ با جامعه فرق داره. وقتی در جامعه از درون میشکنه زندگی ایجاد نمیکنه، فروپاشی ایجاد میکنه. حالا آیا در حین فروپاشی نیروی خواهد بود که آلترناتیو سیستم قبلی باشه، جاگزین بشه یا نه، این بستگی داره. خب اما تخم مرغ به محض اینکه از درون بشکنه بله زندگی ایجاد میکنه. پس اینجا هم فرق داره. از درون شکستن تحت شرایطی میتونه به زندگی جدید تبدیل بشه، در حالی که در شوروی وقتی از درون فروپاشی اتفاق افتاد شرایطش گذار به یک جامعه بالاتر و بهتر و عالیتر نبود، بلکه عقبگرد بود. در این شکستن در واقع با همون مرگ روبرو بود که تخم مرغ اینجا معنی نمیده مثال بزنیم. در مجموع کل نظرم اینه که این مثال تخم مرغ اصلا به بحث ما جور در نمیاد و سوالم من باز همین تکرار میکنم، آیا شوروی از بیرون شکست یا از داخل شکست؟ خیلی ممنون. رفیق ابراهیم بفرمایید. ببینید رفقا، این مسئله بررسی به جنبش کارگری و مناسباتش با یک جنبش سیاسی، از اول من فکرم این بود که این خیلی مشخص در ارتباط با ایران خواهد بود و جوانب قوت و ضعفش روشن خواهد شد و کمکی خواهد کرد به تمام کسانی که در این زمینه ها فعالیت میکنن، یک خطی ارائه بده که در مجموع به جنبش کارگری و کمونیستی کمک کنند. متاسفانه بیشتر صحبت در اینجا متمرکز شد روی تاریخ که در جنبش کارگری به وجود آمده، که ضمن این که بدون نفی این که بسیار مهمه که ما تاریخ مبارزات و جنبش کارگری در دنیا بدونیم، ولی این هنوز مشکل ما رو در داخل حل نمی‌کنه. این یک مسئله هست که به این صحبت یک ضعفی میده که اگر رفیق حسین بتونه این رو برگردونه به مسئله کارگری در ایران و نقاط قوت و ضعفش نشون بده، این خیلی خوب هست. اینا دوم این که ادعا میشه رفیق در توی نوشتهش بخصوص اون قسمت اول که خلاصه طبقه کارگر به یک رشد کمی و آگاهی انقلابی و طبقاتی رسیده است که جامعه به اصطلاح بشری را به سوی محو و استثمار انسان از انسان هدایت نماید. این من نمیدونم چطوری. اگر به مفهوم اینه که یک تئوری هست در این زمینه، این درسته، ولی طبقه کارگر به هیچ وجه من الوجود در دنیا هنوز نتونسته این طبقه‌ای که این تئوری که مال خودش هست اینو بگیره، ولو اونم که در بسیاری از این کشورهای جهان که سرمایه‌داری شدن طبقه کارگر جزو اکثریت این طبقات رو تشکیل میده. منتها یک مسئله‌ای که وجود آمده که باید اگر قرار روی این تاکید بشه این هست که حتی در اون دوره‌های اولیه بین 1850 تا 1900 انگلس در ارتباط با وضعیت جنبش کارگری در
انگلستان اشاره میکنه که در اینجا ناشی از این کاری که این سرمایه‌داری اونجا کشور در دنیا تمام استثمار اونجا کرده و یک مقدار هم در اونجا تونسته بده به کارگرها، یک قشر مرفه یا قشر یقه‌سفیدی به وجود آمده که اینها دیگه اون حالتی که در مبارزه طبقاتی به خاطر از بین بردن طبقات شرکت نمی‌کنه و برعکس نزدیک شده به جنبش به نه جنبش، به رهبری به اصطلاح این بورژوازی. به همین علت این رشد سوسیال دموکراسی و اینا یواشاش شرکت کردن در دولت و اینا شدن عواملی که حتی همین امروز هم در تمام این کشورها عمل میکنه. حتی این سوسیال دموکرات ها از یک طرف انترناسیونال کارگری میخونن در این مثلا اول ماهمه، ولی در عمل تمام کاری میکنن اینا همکاری میکنن به اینکه در واقع بورژوازی باقی بمونه، ولی به اینا این امکانات رو بده که در سطح رهبری قرار بگیرن. این رو ما باید به اصطلاح برجسته بکنیم که این حتی ممکنه همین الان در ایران هم ممکنه در یک قشر بسیار کوچیکی از کارگرها هم در این زمینه به اصطلاح نفوذ داشته باشن، اینا را قبول کرده باشن و آلت دست دولت شده باشن. این رو بایستی وسیعاً گفت که فکر نکنیم که دیگه به محض این گفتیم مبارزه طبقه کارگر است تمام شد. نه، حتی توی همون سندیکایی هم که طبقه کارگر درست میکنه، یک عده‌ای از این سندیکالیستایی که در سطح رهبری قرار میگیرن، حتی اینا میتونن یواشاش روی خط برخی از اینا سازش با رژیم رو پیش ببرن و بایستی بگیم هوشیار باشین که خواستای طبقه کارگر اینا هستن. هر کس ولو فعالین کارگری هم اگر در این زمینه خطا کنن باید جلوشون واسطن. مثلا این یک نمونه هست که چیز داریم. دوم، اینجوری نیست که این طبقه کارگر در کشور ما خیلی با قول معروف اصیله و قرنها نسل در نسل اینها استثمار شدن. نه بابا، الان یک عده زیادی از خرد بورژوازی نفوذ کرده در درون طبقه کارگر و حتی منافع گروهی خودشونو ترجیح میدن و سعی نمیکنن طبقه کارگر متحد بشه. میبینین دیگه، اگر این طبقه کارگر اینقدر و آگاهی اونجوری که شما می‌نویسین رسیده باشه، نمیان اینا حتی در سطح سندیکا هم اینا حاضر نیستن با هم متحد بشن و یک جریان سراسری طبقه کارگر متشکل وجود بیارن. رقابت بین اونها هست و غیره، صرف نظر از اینکه از درون خود طبقه کارگر هم نیست، چیزای دیگه هم اشکال به وجود میارن. این هم بایستی مثلا آنالیز بشه، گفته بشه تا اینکه معلوم بشه که اشکال کجاست. یک نکته دیگه از نظر تاریخی، چون خیلی روی تخم مرغ و اینا اشاره شد، این یک چیزی که در جنبش کمونیستی ایران بخش تئوریکش به خصوص در زمانی که کارگرها قدرت کارگری رو گرفتن به دست کم توجه شد بهش و اون هم نقش مخرف خرد بورژوازی بود که وقتی که آمدن بورژوازی رو به اصطلاح زدن و سرمایه هاش رو اجتماعی کردن، ولی این خرد بورژوازی رو که دکون کوچیکی یک جا داشت فلان، یا یک مقداری از این گروه هایی که الان معلم بود هرچی بود تحت نفوذ افکار خرد بورژوازی بود، اینا رو که نمیتونستن بزنن. و این که لنین هم اشاره میکنه که قشر وسیعی رو در روسیه تشکیل میده، اینها موندن اونجا و
وقتی هم که دیدن که زیادم نمیتونن کارشو ببرن، یک عده اینا نفوذ کردن در درون به اصطلاح حزب کمونیست و بر اساس اون همون وقت در هر جایی که کار بهشون بود، در اون حدی که اینها خرابکاری بکنن تونستن پیش ببرن. اون مثلا یک فیلمی از یکی از این الان اسمش یادم رفته که نشون میداد در شوروی در جریان انقلاب طرف ظاهرا خیلی مبارز بود، ولی این وقتی یک جایی میرفت با دشمن مبارزه کنه به قدری این دهقانا رو اونجا میکش که خود دهقانا علیه این جریان میشده، علیه این پارتیزان ها به اصطلاح که آمدن اونجا رو رها کنن اینا، در حالی که مسئله فقط بر سر زدن دشمن طبقاتی بود که در اونجاها بود. یعنی این خرابکاری خرده بورژوازی به صورت وسیع در درون یک کشور چیز میشه. این یک چیز جدیدی هست، نه اینکه در گذشته نمیشناختن. شما اگر آثار لنین بخونین در عرض این بعد از 1900 دائما سر حرکت هایی که شده و خرده بورژوازی خراب کردن و هیچ هم امروز ممکنه قبول نکنه که پیشرفته ترین خرده بورژوازی که اخلال در درون طبقه کارگر به وجود آورد همین تروتسکی بود که هیچ جا این متحد نمیشد با طبقه کارگر. اونجا هم که شد هنوز نیامده توی حزب بولشویک، فردا که پیروزی آمد این دوباره شروع کرد به اخلال کردن، حتی در زمان حضور لنین و بعداً دیگه ادامه پیدا کرد. بنابراین یک عنصری که بایستی مبارزه علیه اون بشه در به عنوان یک نیروی نسبتاً وسیعی که هنوز در کشورهایی که خیلی پیشرفته سرمایه‌داری نیست در اونجاها وجود داره و بایستی از جمله در روسیه مبارزه میشد، به این نشد. یکیش کنترل کارگریه. اینجوری نیست که فقط طبقه کارگر قدرت رو به دست گرفت تمام میشه. رفیق ابراهیم وقت شما تموم شده. باشه. بقیهش هم کنترل کارگری در روسیه شوروی ضعیف شد. حتی رهبران هیچ تحت کنترل نبودن که چیکار میکنن. اینها هم باید اشاره بشه و در یک کلام بایستی این جنبش کارگری در ایران بیشتر مورد توجه در این نوشته قرار میگیره و چیزهای مختلفی که باعث پیشرفت جنبش کارگری میشه اشاره بشه. مرسی. خب با تشکر از رفیق ابراهیم. رفیق یاور نوبت شماست. خیلی تشکر میکنم، خسته نباشین. نوبت خوبی داره میره جلو. این من بعضی از نکات رو رفقا اشاره بهش کردم. من به یکی دو نکته‌ای که به نظرم میاد که اهمیت داره با شما میخوام سهیم بشم و اونم در ارتباط هست با مقوله آگاهی. ببینید این بحثا که میشه به نوعی این دریافت رو میده که مبارزه اقتصادی و سیاسی عملاً تکاملش به آگاهی سوسیالیستی می انجام. من با این مشکل بسیار بسیار بزرگی دارم. اگر ما توجه کنیم، یعنی به خصوص به مباحثی که در حتی در جریان به وجود حساب تشکیل حزب بولشویک اینا بود در روسیه، چون به اونم خیلی اشاره کردیم اینا، و متوجه میشین که اونجا هم لنین خیلی مشخص میگه که آقا این تکامل مبارزه اقتصادی و طبقاتی شرایط تولید سوسیالیستی رو به وجود نمیاری. یکی از شروطش میتونه باشه ولی مساوی با اون نیست. معرفت سوسیالیستی با خودش نمیاره. این معرفت سوسیالیستی فقط و فقط از بیرون وارد جنبش میشه، یعنی یکی زایده دیگری نیست، اینا کنار هم به وجود میان و رشد میکنن.
یعنی چی؟ یعنی سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی اگر این دو رو شما ممزوج هم ببینید، یا به طوری که مثلا رفیق میگه دیوار چین میان اینا نیست، اتفاقا به نظر من دیوار هست، نه اینکه رابطه دیالکتیکی اینا با هم ندارن، ولی دیوار هست به این معنا که باید توجه بکنیم که معرفت سوسیالیستی فقط بر پایه معلومات عمیق علمی میتونه به اصطلاح پدیدار بشه. یعنی شما بدون اینکه مبارزه در اون سه عرصه‌ای که صحبت میشه، ببینید شما مبارزه تولیدی رو داری، مبارزه طبقاتی رو داری و مبارزه آزمون‌های علمی. یعنی اگر طبقه کارگر عناصر آگاهش در این عرصه آزمون‌های علمی فعالیت جدی نکنن، امکان نداره اصلا بتونن طبقه برای خود باشن. بحث اینه، یعنی این رو باید بهش کمبه ها ندیم. خیلی خیلی به نظرم مهمه و این چیزی نیست که من از خودم بخوام در بیارم. من این چیزی که از همونطور شما هم حتما خوندین از چه باید کرده ببینید، بریم دوباره مطالعه کنیم میبینیم که چقدر دقیق راجع به این مسائل به نظر من صحبت شد. نکته‌ای که در این رابطه از وقتی به ایران برمیگرده، بحث اینکه مبارزات اقتصادی در کشورهای مثلا دیکتاتور زده مثل ایران و این حرفا سریعا به مبارزه سیاسی تبدیل میشه. ببینید هیچ مبارزه‌ای نیست که در عرصه اجتماعی صورت بگیره سیاسی نشه. میخواد در کشورهای صنعتی پیشرفته باشه، میخواد در مثلا کشورهای دیکتاتور زده باشه، این دلیل نمیشه. مبارزه سیاسی اگر میخوای بگی مبارزه طبقات، یعنی دقیقاً مساوی با مبارزه طبقاتی است، من فکر کنم اشتباه داریم میکنیم. ما باید اگه به مضمون این مبارزه سیاسی طبقاتی رو اضافه کنیم، من با شما موافقم، ولی اگر اون ازش حذف کنیم به نظر من این هم باز یک نوع کمبودی است در ارائه بحث که در واقع چیز میده، حساب کاهش میده، تنزل میده، در واقع اون ریداکشنیزم به نوعی، حالا به فارسی شدن چجوری میشه، تعدیلی است که در ارتباط با مبارزه طبقاتی مفاهیم طبقاتی رو به جا میذاره. بنابراین من فکر میکنم مهمه که از این نگاه بگیم که چرا در این مبارزاتی که طبقه کارگر چه در رابطه با مبارزات رفاهی، اقتصادی رفاهی که داره انجام میده و چه در ارتباط با مبارزات سیاسی که یعنی در واقع زیر سوال قرار میده عدم وجود آزادی از مسکنت رو از بورژوازی. این زمانی که به مسئله خواست سرنگون کردن این قدرت برای اینکه کاملا به اون از قلمرو ضرر به قلمرو آزادی حساب دست پیدا بکنه، اگر این رو مطرح نکنه، کماکان مبارزاتش مبارزاتی هستش که در چارچوب همون محدوده بورژوایی به حساب میمونه و بیشتر از اون هم نیست. ببینین رجوع کنین رفقا به متون، اینا رو من از خودم در نمیارم. این متون اگه برین رجوع کنین میبینین که لنین خیلی مشخص میگه آقا تمام این مبارزات بورژوایی هم اون زمانی در واقع اون رنگ پرولتری رو میگیره که شما این پیوند سوسیالیستی رو با این جنبش انجام بدی و این طبقه کارگر در واقع بدونه که مبارزاتش رو باید در زیر پرتو اون حزب تراز و نوینش ببره جلو که اونا هم معنای طبقاتی داشته باشن، یعنی در مقابل طبقه سرمایه‌دار مطرح بشن. اوکی، من همین میخواستم این نکات رو بگم، ولی در ارتباط با این تخم مرغ رفیق محمد، ضمن که من البته بحث رو تا حدودی میپذیرم، ولی بعضی مسائلی که ما اینجا صحبت میکنیم بعد روشن باشه که همه پدیده هایی که در حول و حوشش صحبت میشه
اولا نسبی باید در نظر بگیریم و یعنی وقتی که ما بخوایم خیلی دیالکتیکی برخورد بکنیم، اون نسبی بودن و گذرا بودن و مشروط بودن و قابل انتقال به یکدیگر بودن رو هم باید در نظر بگیریم. یعنی ضرورتاً این نیست که مثلا اگر این شروطی رو که شما مثلا مطرح میکنید یک بخشی از اون حساب تحلیل دیالکتیکیه، ولی باید همه این جنبه ها رو در خودش داشته باشه که یک حساب تحلیل جامع دیالکتیکی بشه. بنابراین بله روشنه اگر چنان که خود اون کیفیت لازم در درون اون چیز وجود نداشته باشه، تخم وجود نداشته باشه، اون تاثیرات خارجی مشروط به اینکه چه کیفیتی تو اون هست میتونه چیز بکنه دیگه، مثلا مؤثر باشه. همین دیگه. من فعلا وقت ما بیشتر نمیگیرم، وقت ما هم که تموم شده. مرسی. خب رفیق جمشید بفرمایید. من خیلی متشکرم. من سعی میکنم به دو تا نکته که اینجا اشاره شد بپردازم. همین مسئله تخم مرغ که هم رفیق محمد و هم رفیق یاور بهش پرداختن، این مسئله تخم مرغ در رابطه با امور کمک‌های خارجی مصداق دارد و نه در رابطه با مسئله خود جامعه. این کمک‌های خارجی به این شکل هستش که میگن اگر کمک‌های خارجی از خارج کشوری رو بهش بخوان براش انقلاب کنن نمیشه، این باید از داخل بشه. و همین دلیل انفجار یا شکستن رو در رابطه با مسئله تخم مرغ که اونایی که چشم داشت دارن به کشورهای خارجی رو در این مورد مصداق داره، بسیار هم کاربرد داره. ولی در رابطه با مسئله انقلاب و این چیزها مصداقش خودی حداقل از نظر من زیاد ربط پیدا نمی‌کنه. دومی که تو بحث‌هایی که مطرح شد، این مسائل مطرح شد که سال‌هاست توش بحث هستش، مثل این که در رابطه با مسئله سیاسی و مسئله اقتصادی و ربطش به مسئله سوسیالیسم. این رفقا در کشورهای توتالیتر مثل کشورهای ایران هر مسئله‌ای که مطرح بشه در رابطه با مسائل جامعه دقیقاً سیاسی میشه. یعنی مبارزه اقتصادی جدا از مبارزه سیاسی وجود نداره. شما موقعی که مطرح میکنید زنان مطرح میکنن آقا ما حقونه میخوایم، مطرح میکنن که شما کل نظام و رهبری رو میشید در واقع در یک نظام توتالیته وضع به این شکله. یعنی شما برای کوچکترین مسئله‌ای که در اونجا مطرح میکنید سیاسی، در صورتی که در کشورهای دیگه یک حرکت غیر سیاسی، یک حرکت اجتماعی، یک حرکت دموکراتیک مثلا سیاسی هستن. مثلا حرکت سیاسی چیزی که بخواد حاکمیت و دولت ورزش ساخت. ولی در جامعه مثل ما هر مسئله‌ای که شما مطرح کنید دولت و به خصوص رأس هرم رو میبره زیر سوال. در نتیجه انطباق این شرایط با هم دیگه به نظر من بسیار مهمه که ولی آیا این مسائلی که در سطح جهانی مسئله سیاسی نیست و در ایران مسئله سیاسی هستش، اینها منجر خواهد شد به مسئله سوسیالیستی؟ اون چیزایی است که به نظر من باید خیلی خوشخیال آدم باشه که این ارتباطات رو بده. به نظر من همچین چیزی مطرح نمیشه و رفیقمون رفقایی که به این مسئله اشاره کردن درست میگن مثلا. ولی تو این صحبت ها من دیدم که باز حرفهای قدیمی و این چیزایی مثل این که جنبش مسئله سوسیالیستی باید از خارج از طبقه بیاد، این حرفا این مال زمانی میره که حتی لنین این صحبتی کردش، بعدش لنین 1903 کرد، 1914 یواش یواش همین مسائل اصلا این جریان گذشت از خارج بیاید. اینا میتونه حتی بگی در اون مورد هم مصداق نداشته، ولی الان دیگه اصلا مصداق نداره. میبایستی
مشخص کنیم که اولا به نظر من اینجا چند تا بحث قاطی داره میشه. یکم اینه که آگاهی و آگاهی طبقاتی با دانش داره اینجا مرزش مخدوش میشه، دانش با علم داره مخدوش میشه. این مسائل این چیزا نیست. شما الان هر کسی که در دسترسی به مسئله کامپیوتری داره که الان مادر بزرگ منم چه میدونم از اینا در گرفته دستش میگه نه فلان چیزو برای من بگید پیدا بکن، دیگه اون موقع نیستش که کسی داشتن سواد شیشم ابتدایی میتونسته میشه وزیر میشه. الان اینطوری نیست. الان دسترسی هر بچه دبستانی که میگن کامپیوتر دستشه، یعنی همین تلفن که مونه هر کنیشون کامپیوتر اینا هستش. دسترسی به مسئله علم، دسترسی به مسئله دانش ساده تر شده، به خصوص طبقه کارگر از یک دانش ابتدایی بالاتری برخوردار شده. این مصداق دیگه نداره در رابطه با حتما خارج میشه و اون هم احتمالا بورژوازی بردشه یه همچین چیزا. اینا اصلا به نظر من نمی گنجه تو این جامعه ایران. الان کارگرها دارن مسائل مطرح میکنن که کسایی که مدعی رهبری در خارج کشور نشستن باید بشینن کلی بخونن تا ببینن این سواده از کجا اومد. مسئله سوسیالیسم، حالا بعضی ها معتقد هستن که علم، بعضی ها معتقد هستن که جزء مثلا الان تعریف تغییر کرده بهش میگن مثلا یک بهشون چه هیومن استادی میگن، یه دانش مطالعات انسانی هست. حالا فرض کنیم یا علم اینا در محتوای قضیه چیزی رو تشخیص نمیده. دانش سوسیالیستی رو فقط با آگاهی طبقاتی بسیار متفاوته. من یه لینکی رو برای رفیقمون نگاه دادم، برای رفقا هم چیز هستش. الان تمام نظرات مارکس به وسیله آزمایش‌های چیز به نظر من داره تایید میشه. مسئله آزمایش‌های علمی یعنی بررسی مسئله عملکرد مغز، یعنی اینکه آگاهی متفاوت، آگاهی تجربه شخصی است، فرق میکنه با دانش. شما دانش هر کسی بره بخونه میتونه بگیره، در صورتی آگاهی باید تجربه شخصی است. با خوندن فلان کتاب ماست آگاهی طبقاتی کسب میشه. این پنبرم باید از گوش در آورد. مشکلم اتفاقا تو خارج کشور اینه که کسایی فکر میکنن که 6 مرتبه کتاب مارکس خوندن و همه چی رو بلدن، خودشونو میذارن به جای پیشروان طبقه کارگر. اینطوری نیست. همونایی که این حرفا رو میزنن ازشون بپرسی آقا در رابطه با حقوق طبقه کارگر که میگن کم هستش اینجا، میگه آقا ریزه مخارج طبقه کارگر بده رو اولیش میمونن. هنوز قیمت نون سنگک رو نمیدونن چی هستش ولی کتاب مارکس همه رو بلدن. اینها آگاهی نمیشه، اینها دانش سیاسی هستش و دانش مارکسیستی هست. آگاهی طبقاتی بسیار بود. آگاهی در خلال تجربه هست و در رابطه با مبارزه رو در رو با این جریان کسب میشه، قابل انتقال از طریق نوشتجات نیست. این موقعی میتونه اینها کمک باشه که شما آگاهی ابتدایی رو به دست آورده باشید. برای ارتقای آگاهی کمک میتونه به شما بکنه تا بتونید از اون آگاهی که به دست آوردی بهترین تجزیه تحلیل بدید. اینو نمیتونید. شما ممکنه آگاهی رو به دست بیاری ولی همین هم نمیتونید تجزیه تحلیل بکنید. تجزیه تحلیلش رو میتونه بگی که آقا جون به وسیله دانش سیاسی که من میخونم، مطالعه میکنم یا رفتم دانشگاه این کارا زحمت براش کشیدم، حالا میتونم اون آگاهی هایی که به دست آوردم رو سبک سنگین کنم. درست مثل این میمونه که یک نفر کورچشمی کوررنگی داشته باشه، بیایید بهش بخواید تشریح کنی که اون فقط سیاه و سفید میبینه که رنگ بنفش چه رنگیه، نمیتونه بگیره. کسی اون اون چیز رو نکرد، تجربه رو نکرده باشه، نمیتونه. هر چیزی مگر اینکه چشمشو باز کنه اینو بگی آقا این مقدار ازش. نمیتونه بگه یه خود سفید و یه خود سیاه، نه از سیاه هستش و یه خود با قرمز رنگش بوده، قرمز و با آبی رنگ بکنه. و اصلا نمیدونه قرمز چیه، نمیدونه آبی چیه.
من با یه شخصی اتفاقا با این شخص مواجه بودم، یه همچین مسئله بود. این میگو هر چی میخواستی توضیح بدی که آقا این میگو اصلا من نمیفهمم یعنی چی. تو چی میگی؟ من یه نفر باید بشه کسی که این مسئله تجربه نکرده باشه هر چقدر که بره این کارا رو بکنه فایده نداره. به این صورت این ارتباطش نداریم. ما اگر لنین هم گفته مال اون موقع بوده، اون موقع هم اگه گفته زیاد هم چه حرفش همون برای هم موقع هم درست نبوده در این مورد، مثل خیلی چیزایی که میتونن اونم یه آدم بوده در این مورد باید از خارج بود. اینم حرف تازه کاوتشی که مطرح میکنه آگاهی دانش سوسیالیستی باید از خارج از طبقه بیاد. الان اینطوری دیگه نیستش این صحبت ها. رفیق جمشید وقت شما تمومه. تمومش کنم میشه مثلا همینجا خود بنزین خودم هم تموم شد. خب رفیق حسین شما 15 دقیقه زمان دارید، اگر جوابی میخواید بدید جواب بدید. 10 دقیقه یعنی 15 دقیقه کلا وقت دارید، 5 دقیقه شو برای جواب، 10 دقیقه هم برای جمع‌بندی. و اگر احساس کردید که هنوز بحث زیاده میتونیم یه هفته دیگه هم اضافه کنیم به بحث شما. بفرمایید. با سلام دوباره. من جمع‌بندی خیلی مختصر و مفید میکنم، بعدا سعی میکنم به سوالات جواب بدم چون مهمه. ببینید از نظر من امروز طبقه کارگر ایران با درس آموزی از تاریخ خودش از انقلاب مشروطیت و پیش از اون تا رویدادهای 57 و بالاتر از همه از این 37 سال مبارزه خونی که با این رژیم جهل و سرمایه کرده به حرکت در اومده، پرچم خودش رو بزرگ کرد و بلند کرده و امروز در سراسر ایران هر روزی رو که بگیرید بیشتر از 10 تا اعتراض کارگری موجوده. صحبت از ایجاد سازمان سراسری اقتصادی اجتماعی کارگران، صحبت از ایجاد حزب کمونیست، حزب انقلابی طبقه کارگر، صحبت از نقطه پایان گذاشتن به سلطه سرمایه‌داری و سوسیالیسم. من میگم با توجه به این فاکتورها امروز طبقه کارگر ایران به اون آگاهی طبقاتی رسیده. ببینید رفقا، امروز دانستن کافی نیست، دانش فقط کافی نیست. باید ببینیم با این دانسته هامون چه کار میکنیم، چگونه میشه طبقه کارگر و دیگر نیروهای اجتماعی که بخش زیادش شاید در باطلاق سرمایه‌داری، رویزیونیسم و دیگر انحرافات سیاسی گیر کرده رو برای یه تغییر رادیکال، یه تغییر بنیادی آماده کرد به حرکت. من از تمام اینا به این نتیجه میرسم تا زمانی که طبقه کارگران تشکل‌های مستقل خودشون از سرمایه‌داری نداشته باشن نمیتونم به پیروزی دست پیدا کنم. مستقل از سرمایه‌داری مستقل یعنی از تمام تار و پود سرمایه‌داری، از کنترل سرمایه‌داری، از پول سرمایه‌داری، از تشکل‌های سرمایه‌داری، تمام اینا. در نتیجه به نظر من وظیفه اصلی که این جنبش که باید به حرکت در بیاره که بتونه قدرت سرمایه رو بشکنه بدون یه تشکل سراسری کارگری، بدون یه حزب انقلابی نمیتونه نشدنیه. سوسیالیسم چیه؟ سوسیالیسم یعنی حکومت طبقه کارگر، سازماندهی انقلاب اجتماعی، جنبش طبقه کارگری که خط فاصل روشن با دشمنای طبقاتی خودش، با خطوط انحرافی موجود ترسیم نکنه،
نمیتونه سرمایه داری رو سرنگون کنه، سوسیالیسم رو مستقر کنه. در نتیجه باید امروز برای ما مشخص باشه، برای خود ما قدم اولم یه استقلال سیاسی جنبش طبقه کارگر در عمل یه پیش شرطه برای انقلاب کردن. ببینید این جنبندی منه. و اما به سوالات، چون عمده ترین چیز مسئله‌ای که رفقا گفتن تخم مرغه، من فکر میکنم در وهله اول بگم شاید من این مثال رو در جای مناسب نزدم و یه امکانش هم میدم رفقا اصلا متوجه نشدن من این مثال رو کجا زدم. من وقتی مسئله دیالکتیک رو گفتم که تمام پدیده های مادی تابع قانون دیالکتیکن، در اینجا گفتم مثل یه چیزیه. دیالکتیک وقتی یه چیزی به وجود میاد، هر چیزی از نقطه اولیش تا چیزش تا نفیش تابع این قانون دیالکتیکیه. و این قانون دیالکتیک هم یه مثال زدم که اگر اون چیزی عامل، گفتم عامل درونی مهمه در مسئله، اگر این عامل درونی اونقدر مهمه که این مثال رو زدم که اگر تخم مرغ، مثال در اینجاست که عامل درونی مهمه، اگه تخم مرغ از داخل بشکنه که عامل درونیه منجر به حیات میشه، اگه از بیرون بشکنه که از بین میره. حالا امکان داره چیزه. یه مسئله سوال مشخصی که شده اونم رفیق محمد کرد که آیا شوروی از درون شکست یا از بیرون. اگه توجه کرده باشید من گفتم که این روز رویزیونیسم در اثر اشتباهات عملی رهبری، به خصوص این گزارش به کنگره 17 و 18 بود که مبارزه طبقاتی رو در اونجا به نوعی رد کرد و گفتن که طبقات از بین رفته و این عامل شکست شد. عامل اونجا در صحبت هم گفتم که مسئله زمانی که رابطهشون با طبقه کارگر قطع شد، زمانی که نتونستن این بروکراسی به ارث رسیده رو نه تنها نتونستن از بین ببرن بلکه به مرور رشد کرد، بلکه اون زمانی که کادرها از بین رفتن در جنگ علیه فاشیسم، خرد بورژوازی، رفیقان نیمه راه، اون دور قابچین ها در حزب نفوذ کردن، مهمان های ناخوانده در حزب نفوذ کردن، یواش یواش به رهبری رسیدن، باعث تغییر شد. حزب ماهیت طبقاتیش از دست داد. یعنی این مشخصه، تمام این صحبت ها مشخصه که عامل درونی مهم بود. یادتون باشه، دقت کرده باشید، تو صحبت ها گفتم وقتی به سیاست پروتری مجهز بود حزب بولشویک، 14 کشور حمله کرد، نتونستن اینو شکست بدن. ولی میبینیم در سال 91 از بین میره. خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه اون حزب فاسد شده بود، تغییر ماهیت داده بود. این مسئله است که من فکر میکنم به این باید توجه کرد. مسئله آگاهی طبقاتی منم فکر میکنم با خیلی چیزا فرق میکنه. یه نفر، اکثر دانشمندها یا این تئوریسین ها یا این جریان آکادمیستا شاید تئوری رو بهتر از خیلی ها بدونن، ولی ذره آگاهی طبقاتی ندارم. من تو صحبتام گفتم حتی شیوه تفکر بینش کارگری که در کارخانجات تولیدی بزرگ مثل ذوب‌آهن، مثل ماشین سازی ها، جاهای دیگه تو که تولید انبوه میکنن با
کارگر نقاش یا با کارگر خدماتی یا با کارگر کشاورزی فرق میکنه. تولید خصلت اجتماعی داره و این خصلت اجتماعی به طبقه کارگر، به کسانی که در این تولید نقش دارن، یه آگاهی میده. یه مسئله هم باید خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که امروز من زمانی که تو ماشین سازی کار میکردم، اکثر کارگراش 6 کلاسش یا هر کسی 6 کلاس سواد داشت میتونست استخدام بشه، ولی امروز اکثریت کارگرها دیپلم یا دیپلم به بالا دارن. یعنی ببینید فرق میکنه شرایط. این به این مسائل باید توجه کنیم. در غیر این صورت من فکر میکنم که در همه یک کوچه خواهیم. مسئله حزبه، این بحثی رو که شروع کردیم منم قبول کردم بگم، مسئله سر این بود که اصولا سر مسئله تشکل‌های کارگری و اختلافاتی که در داخل بود و یا صحبت‌هایی که بشد و یا امروز در جنبش کمونیستی که به طور کلی صحبت از اینه که آقا حزب لازمه یا لازم نیست، من سعی کردم بگم که بدون حزب هیچ تغییر تحولی به وسیله طبقه کارگر صورت نمیگیره. یعنی طبقه کارگر به وسیله حزب خودش، حزب پیشرو خودش، حزب انقلابی خودش، از یک طبقه در خود به یک طبقه برای خودش در میاد. این مسئله رو باید بهش توجه کنیم. در غیر این صورت من فکر میکنم که راه به جایی نخورد. از طرف دیگه یه مسئله که موجوده، ما میبینیم که بعضی‌ها شاید عقیده داشته باشن بین جنبش کارگری و جنبش کمونیستی دیواری هست. من تو صحبتام گفتم من اعتقاد به این ندارم دیواری هست. اینها یه رابطه دیالکتیک، یه رابطه ناگسستنی دارن و یکی همونطوری که تو صحبتام گفتم یکی بدون دیگری اصلا مفهومی نداره. اصولا حزب طبقه کارگر خودشو از چه طریقی به این فکر کنید تولید و باز تولید میکنه. همونطوری که من گفتم یا تو صحبتام گفتم، به نظر من چطور یه حزب طبقه کارگر میتونه خون کثیف و دفع کنه، خون تازه رو؟ از کجا این منبع کجاست؟ طبقه کارگره، فدراسیون سراسری کارگراست. این مبارزه اقتصادی همونطوری که صحبت شد اولین سنگر مبارزه است، اولین شکل مبارزه است. حزب سیاسی از درون این تغذیه میکنه، در نتیجه بین این نمیتونه دیوار باشه. دیوار رو ما ترسیم میکنیم و اگر این دیوار رو ترسیم کردیم رفیقای نیمه راه وارد حزب میشن. اونایی که چند تا کتاب خوندن و هیچ موقع هم تو طبقه کارگر نبودن و هیچ موقع هم تو صحنه اصلی مبارزه نبودن، وارد حزب میشن و باعث فاسد شدن حزب میشن، برای اینکه فکر میکنن با دانش تمام این مسائل رو میتونن حل کنن. ولی مسئله بر سر مبارزه طبقاتی و آگاهی طبقاتی. ما تو تاریخ دیدیم سوسیالیسم رو در شوروی اگر حزب بلشویک دچار انحراف شد به مبارزه طبقاتی و آگاهی طبقاتی کم نادیده گرفتن و فاصله افتاد، دیوار کشیدن بین حزب و طبقه کارگر. این باعث شکست شد، وگرنه قبل از اون در حالت خیلی ضعیف 14 کشور حمله نکردن.
مگه در جنگ دوم جهانی فاشیسم حمله نکرد؟ پس باید توجه داشته باشیم که این درخت رو از داخل مور میخوره نه از بیرون. و حزب بلشویک اگر تغییر ماهیت داد به خاطر مسائل داخلی، مسائل خودش بود. البته عامل خارجی هم تاثیر داره. من سعی کردم به هم جنبندی خودم رو بکنم و همین که تا اونجایی که در قدرت داشتم به سوالات رفقا جواب بدم و یه مسئله رو چیز کنم. علی‌رغم که این نوشته رو من قبلا فرستاده بودم، انتظار داشتم که رفقا به این مسئله دقت بکنن، روی این مسئله حلاجی بکنن، انتقادهاشون رو روی این نوشته خوب بیان بکنن و آخرین انتظارم هم اینه که رفقایی که انتقاد دارن، رفقایی که نکته تکمیلی دارن، همونطوری که تو برنامه‌های ما اومده چتنی بنویسن در نشریه شماره 9 که قراره تا 15 روز دیگه چیز بشه، منتشر بشه، بیارن که شاید بشه یه دستمالیه‌ای برای برون رفت از بنبسته‌های فعلی. خیلی ممنون که به حرفای من توی این مدت گوش دادید. خب از رفیق حسین و رفقایی که در بحث شرکت کردن تشکر میکنم.